با نام خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. چرا بعضی کشورها بسیار ثروتمند هستند ولی کشورهای دیگر فقیر هستند؟ چرا یک کشور در حال رشد و توسعه و پیشرفت است با داشتن ذخیره‌های طبیعی، اقلیم، فضا، و یک کشور دیگر با داشتن همین گونه ذخیره‌های طبیعی یا اقلیمی و جغرافیایی خاص عقب می‌رود و نمی‌تواند رفاه مردمش را تامین می‌کند؟ چرا در بعضی کشورهای دنیا همون ذخیره‌های طبیعی یا کانها و زوادها و یا چیزهایی که بایگری یک ملت است از آن فقط یک گروه خرد استفاده میکنند و صاحب میلیون ها و میلیاردها میشن، ولی میلیون ها مردم آن سرزمین در فقر و تنگدستی و بی‌بندوباری زندگی میکند و امیدش به آینده کنده شده است. واقعا به این سوال ها تلاش کردند درون اژموغلو و جیمز رابینسون پاسخ بدهند که چگونه چرخه های اقتصادی یک کشور باعث رشد و پیشرفت آن کشور می شود، ولی نهادهای اقتصادی یک کشور که در حالت فساد زدگی قرار دارند، در حالت مونوپول یا انحصار قرار دارند، باعث بدبختی یک ملت می شوند. آیا پیشرفت یک کشور، یک ملت به ذخیره های طبیعیش سخت وابستگی دارد یا با نظام اداره آن کشور؟ و از کشورهای مختلف دنیا، از پیشرفته ترین کشورهای دنیا در این کتاب مثال ها جمع آوری شده است و از کشورهای عقب مانده هم مثال ها جمع آوری شده است که چرا این کشور عقب مانده است، چرا این کشور رشد کرده است و پیش رفته است و به قدرت تبدیل شده است و چرا کشور دیگر در حالت توسعه و در حالت رشد است. چرخه های اقتصادی، نهادهای اقتصادی که مردم در آنها اشتراک میکنند و با اشتراک مردم و با اندیشه مردم، با رأی مردم تصمیم گرفته میشوند و چی تاثیر دارند بالای آن جامعه، آن کشور، آن ملت. ولی کشورهایی که در آن نهادهای اقتصادی مونوپولی هستند، در انحصار یک گروه، یک فرد، یک شخصیت یا گروه خاصی هستند، چی تاثیر و عامل‌های برای همون کشور، همون ملت داشته میتوانند؟ من توصیه میدهم که همین کتاب با نام Почему один стране богатый, а другие бедные نوشته درون اژموغلو و جیمز رابینسون که هر دو این مؤلف برنده جایزه نوبل هم شدند، این کتاب رو بخونید. متاسفانه این کتاب تا حال با زبان مادری ما ترجمه نشده است. کتاب سال 2012 در امریکا نشر می شود، سال 2013 در ایران ترجمه و نشر می شود و سال 2014 باشد در روسیه و این شاید چاپ دهم یا 11 این کتاب است که با زبان روسی در مسکو نشر می شود. ولی با گذشت بیش از 15 سال نه تنها این کتاب، همین گونه کتاب های خوب، همین گونه کتاب هایی که امروز اندیشه جهانی را شکل میدهند، همین کتابی که امروز با قول کتاب‌های رقم یک هستند در دنیا درباره اقتصاد، اجتماع، فلسفه، سیاست و مردم پیشرفته دنیا این کتاب‌ها را زیاد مطالعه میکنند، متاسفانه با زبان مادری ما ترجمه نشده است. ببینید فقط در جمهوری اسلامی ایران با همین نام، یعنی همین کتابی که Почему один стране богатый, а другие бедные با نام چرا ملت‌ها شکست میخورند، ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر با فارسی ترجمه شده است و این کتابی که در دست من است چاپی 19 است. یعنی در ظرف 15 سال این کتاب با تیراژ هزارها هزار نسخه 19 بار در جمهوری اسلامی ایران نشر شده است، یعنی با زبان فارسی. و ببینید که ما چقدر فاکولته های اقتصادی داریم، سیاسی داریم، دیپلمات، جامعه شناسی. و این کتاب من از 5 کتاب فروشی واقعا نظری همین کتاب فروش ها را پرسیدم، در سال بعضیشون 1 تا 2 تا یا تا 3 تا فروختن. شاید در ظرف چند سال اخیر ما 10 تا بیشتر از این کتاب در تاجیکستان نفروخته باشیم. درست است که ما شعر میخوانیم، کتابی بدیعی میخوانیم، رو به موضوعهای تاریخی این اواخر زیاد آوردیم، رو به بعضی موضوع اخلاقی هم زیاد آوردیم، ولی من فکر میکنم مهمتر از همه باید این گونه کتاب‌ها را بخوانیم وقتی که میخواهیم رشد بکنیم، پیشرفت داشته باشیم و واقعا یک ملت متمدن، یک ملت پیشرفته باشیم. باید از اندیشه جهانی، از علم جهانی، از نظریه‌های نو جهانی آگاه باشیم و اگر که از آنها پیشم گذشته نتوانیم، حداقل همقدم با آنها باشیم و آگاهی داشته باشیم. در صورت آگاهی نداشتن من فکر میکنم که ما نمیتوانیم در دورنما، در آینده برای خودمون یک رفاه زندگی، یک زندگی شایسته را
تامین کنیم و نخوندن، آگاه نبودن، دانشمند نشدن برای یک ملت واقعا فاجعه بار ختم می شود، واقعا با فاجعه تمام می شود که شما میتونید از این کتاب مثال های واضح و روشن را دریابید. و همین مؤلفان یک کتاب دیگر نشر کردن سال 2019 با نام اوسکی کاریدور گосударство общество и судьба свобода. این کتاب هم سال 2019 در امریکا همین مؤلفان، گفتم که این مؤلفان سزاوار جایزه نوبل شدن، این کتاب را وقتی سال 2019 نشر کردن و مثل کتابی اولشون این کتاب هم خیلی در دنیا معروفیت پیدا کرد و سال 2020 در ایران و در روسیه شاید بعد 10 ماه یا 8 ماه در ایران این کتاب رو ترجمه کردن و دسترسی خوانندگانشون کردن، دسترسی جامعه شد و در روسیه هم همچنین. و این کتاب درباره آنکه چگونه دولت، مناسبت دولت با جامعه، مناسبت حکومت با اینستیتوت‌های آزادی، یا اینکه چگونه جمعیت با حکومت، یعنی مردم با حکومت در یک راه میروند که کار همدیگر رو قوی میکنن و اگر نظام حاکم یا دولت همه گونه آزادی ها، همه گونه افکار، همه اندیشه مردم را سرکوب کند، بالاخره چه حادثه ها میتواند در آینده رخ بدهد. واقعا این کتاب جالب است و در این کتاب دو صفحه درباره تاجیکستان هم هست، یعنی اون واقعه های 190 یک بهای کوتاه میتونن در این کتاب و این کتاب ریشه کابی میکند همون آزادی برای یک ملت تا کجا مهم است و تا کجا خطرناک است. و اگر میگوید که اگر مردم خودشون به دست نگیرند و مثلا بعضی کارهایی که نظام یا دولت میکند یا حکومت میکند جلوه اونا نگیرند، شاید در آینده میتواند بر ضرر یک ملت و بر ضرر یک کشور و به شکست یک ملت انجام بشود. واقعا این کتاب هم بسیار کتابی جالب است، ولی با گذشت 5 سال هنوز هم با زبان مادری ما ترجمه نشده است. من گفتم خیلی کتاب‌های خوبی هستند، خیلی کتاب‌های خواندنی هستند، خیلی کتاب‌ها هستند که اندیشه ما رو بیدار میکنن، اندیشه ما رو تغییر میدن و بسیار مهمن این کتاب‌ها برای مطالعه، برای اون جوانان ما، دانشجویان ما که در بخش سیاست شناسی، فلسفه، اقتصاد، اجتماع و جامعه شناسی تحصیل میکنند و عموما این کتاب‌ها روانه شده است با عامه وسیع خوانندگان، یعنی اونهایی که در بخش سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی هم اگر تخصص نداشته باشند میتوانند با مطالعه این گونه کتاب‌ها از بسیار چیزا آگاه شوند، بسیار چیزها را بفهمند و بدانند و بسیار سوالایی که در ذهنشان پیدا میشود این کتاب‌ها پاسخ دارند. ببینید این کتاب هم گفتم که تقریبا همون سال 2019 وقتی این کتاب نشر میشود، بعد 8 تا 10 ماه، تقریبا 10 ماه این کتاب با نام راه باریک آزادی در ایران نشر می شود و ببینید که در ظرف 5 سال سال 2020 تا 2025 در ظرف 5 سال این کتاب در یک کشور اسلامی 9 مراتبه چاپ می شود. یعنی این کتابی که در دست من است، راه باریک آزادی، چاپی 9 است. ولی در ما این کتاب تقریبا طبق حساب و کتاب‌هایی که ما کردیم از همون فروشگاه‌های کتاب همگی 4 عدد به فروش رفته است، یعنی در ظرف 5 سال. البته این سال 2023 وارد بازار کتاب تاجیکستان شده است. شاید کسی ها خودشون از مسکو آورده باشن، شاید بعضی هایی که بسیار کتابخوانی فوق العاده بالا دارن از راه‌های الکترونی و از اون تبلیغاتی که در ایران و آمریکا و قزاقستان و دیگر کشورها میشوند این کتاب رو دسترس کرده خوانده باشن. ولی برای بازار فروش کتاب تاجیکستان این کتاب تقریبا 2 سال شده وارد تاجیکستان شده است. یعنی میزان مطالعه ما واقعا نگران کننده است. بار دیگر میگویم با همه گونه محافل، همه گونه چاره‌بینی، همه گونه آزمونی که درباره کتاب ما میگذارونیم، باید توجهمون سر کتاب‌های باشند که آنها واقعا اندیشه‌زا هستند، آنها واقعا فکر را به وجود میارند و آنها نظریه‌های نو معاصر جهانی هستند که امروز کشورهای قدرتمند، پیشرفته و یا کشورهایی که رو به رشد هستند از این گونه کتاب‌ها زیاد مردمشان مطالعه میکنند و از نظریه آنها استفاده میکنند و سر این کتاب‌ها بحث و گفتگو میشود. در عصر امروز ما کتاب‌های را باید بخوانیم، به سمت کتاب‌های بریم که آنها در اندیشه ما، در افکار ما، در زندگی ما، در جامعه ما میتوانند یک تغییرات‌های را به وجود بیارند، اندیشه ما را بیدار کنند، فکر ما را بیدار کنند و یک جامعه‌ای که اندیشه باز میشود،
اندیشمند میشود، فکر کردن رو یاد میگیرد و این گونه کتاب ها رو بیشتر مطالعه میکند، واقعا یک جامعه سالم میشود و خودش رو میتواند از خطرها ایمن نگاه بدارد. ببینید ما همواره درباره گروه های افراطی یا گروه های اکستریمیستی و تروریستی زیاد میگیم که اینها خطر دارند به دولت، به امنیت ملی، زیاد این گپ ها رو میگیم. ولی وقتی شما این گونه کتاب ها رو مطالعه میکنید تو یک جاهای میفهمید که در یک وقت زمانی، در یک وقت معین خود دولت، منظور ما از دولت یعنی نظام حاکم، میتواند که برای مردمش به خطر تبدیل شود، به تهدید تبدیل شود اگر مردم درک نکنند، نفهمند که در جامعهشون چی میگذرد. و در خلاصه همین رو گفتنم شاید بسیارا به این فکر اندیشه داشته باشن که خیلی خوندن این کتابو برای ما چی میدهد و بسیارا با اون میگن که من این کتاب رو میخونم، اون کتاب رو میخونم، من در جای تصمیم گیرنده نیستم، من نمیتونم فلان مسائل رو حل کنم. نوبت از اونه که ما در جای کار میکنیم یا کار نمیکنیم، در کدام مقام هستیم نیستیم، خواندن این کتاب ها ما رو با اندیشه کردن وادار میکند و اندیشه‌مند بودن و اندیشه باز داشتن و فکر کردن برای یک جامعه خیلی خیلی اهمیتی مهم دارد، اهمیتی بسیار جدی دارد. چرا؟ شما تصور کنید مثل آنه که از طیاره بعضی وقت میبینید به صدمه دچار میشود، یا همون طیاره‌های جنگی رو میبینید که یک نفر وقتی که طیاره‌اش به صدمه دچار میشود خودش رو با همون پاراشوت از بالا یعنی میپرتوید. اگه شما تصور کنید که هم پاراشوت اگر چترش باز نشود، چترش باز نشود، او به زمین میزند، به هلاک میشود. ولی وقتی چترش که باز میشود او بسیار آهسته به زمین میاد و آسیب نمیبیند. از این خاطر اندیشه باز داشتن برای یک جامعه مثل همون نفری که با پاراشوت از طیاره میپرد بسیار مهم است. در یک جایی که اگر ملت، دولت یا نظام به صدمه دچار بشود، حداقل ملت بتواند که از آن صدمه ها خود را سالم بیرون بکشد و سالم برآمدن از این گونه صدمه ها با اندیشه می شود، با فکر می شود، با دانش ها می شود و با علم می شود. بار دیگر تکرار میکنم که در برابر آن که شعر میخوانیم، ادبیات میخوانیم، رو به تاریخ میاریم که این اواخر واقعا بسیار سر این موضوع صحبت میکنیم، خواندن این گونه کتاب ها را فراموش نکنیم. این کتاب چی در روسیه، چی در قزاقستان، چی در ایران و دیگر کشورها با تعداد خیلی زیاد نسخه های میلیونی نشر شدند. این که در بخش فروش الکترونی هستند این یک قسمت دیگری مسئله، ولی اینکه همچون کاغذ یعنی در شکل کتاب نشر شدن، من یک جستجو کردم و دیدم در سامانه های آنها که چقدر درباره این کتاب ها فکرانی دارند، چقدر درباره این کتاب ها اندیشه میکنند و چقدر این کتاب ها رو تبلیغ میکنند. واقعا بسیار جالب است و درک میکنید که کشورها چرا اینقدر پیش رفتند، چرا اینقدر قدرتمند هستند، چرا اینقدر با تکنولوژی و تکنیک معاصر دسترسی دارند و میبینید که زمینه‌های مطالعهشون چگونه کتاب‌ها رو مطالعه میکنند. و یک چیز دیگر رو میخوام از اینجا قید کنم که اونهایی که میخوان درباره این دو کتاب گفتگو کنند، صحبت کنند، استاد هستند، دانشمند هستند، ما حاضر هستیم با آنها صحبت کنیم و اندیشه آنها رو، دید نظر آنها رو درباره این کتاب ها بشنویم. تقدیر هر ملت، پیشرفت هر ملت، شکوفایی هر ملت، این پیش از همه به دست خودی همون آدمان، شهروندان همون ملت است. همون گونه که محمد اقبال لاهوری میگه خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت، بدان ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. از این خاطر بخوانیم تا سرفراز باشیم، بیاموزیم تا وارسته باشیم. تا صحبت‌های دیگر خدا یار و یاورتان.